در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون رسانه هایی که مثل همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشون اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست، شما از سخنهای اینا بسیار احتیاط کنید. نه این ظلمه. رسانه‌های توحیدی اغواگره، باید مردم احتیاط کنن. عجیبه. ایشون خودش ایشون کی هست و منهجش چیست؟ کسی که این کلیپ فرستاده. در هر یک رسانه ها اهمیت بتین، همون ستکتب شهادتهم هم یسألون، شهادتتون نوشته میشه و سوال میشید. وقتی شما در موضع در باره رسانه های توحیدی که مردم را روشن میکند، مردم را به سوی توحید دعوت میکند، مردم را از بدعت و شرک و خرافه و ظلم و جنایت دور نگه میدارد، شما در صف دشمنان وایسید و چنین حرفی بزنید، روز قیامت سوال میشید. این رسانه های اغواگره که میگن که مردم رو به عبادت خدا میخونن، از قبر پرستی دور نگه میدارن، از خرافات صوفیه و تشیع باز میدارن، اینا اغواگره. اگر از خدا میترسیدید چون این حرفی نمیزدید. رسانه هایی که مثل همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشون اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست. یکی از این تهمت ها رو بیار، یکی از این تهمت ها رو بیار، یکی از این اغواها رو مثال بزن. ما از سخنهای اینا بسیار احتیاط کنیم. دو بارم گذاشتنش، نه یک بار. و انشاءالله که روز قیامت از این شهادتت که دادید سوال خواهی شد. میرزا ابرانوف، معروف به نام حاجی میرزا، از شهر کولاب. بله، خدا هدایتش کنه. این سخنان دلالت بر جهلش میکنه و لذا شهادت دروغی میده. آقای عبدالله از بوشهر، این همون شخصی که الان راجع به برنامه توحیدی صحبت میکنه. الله اکبر میگن، دستاشون رو برابر کیچ میکنن، روی سینه‌شون میبرن. پیش ایروکو رفتن با یعنی ایروکو میخیزن، الله اکبر میگن، رفت یدین میکنن، رفتش برداشتن یدین دو دست، برداشتنی دو دست. برادر عزیز، در اطراف این اگر چندی حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما اگر چندی حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. یعنی قول مذهب بر قول پیغمبر مقدمه. در حدیث هست خود مذهبی ما نیست. در حدیث هست خودر اگر چندی حدیث پیامبر هست، لیکن برای ما و شما در که پیروی ای مذهب حنفی داریم، برای ما ضرورت بر این نیست. ما بیتر برتون میگه نمیگه. بس شما درک کنی گپه، امی گپه وزنش درک کنی که در مذهب در حدیث هست خود در مذهب ما نیست. یعنی بله پیغمبری کار کرده، خوب کاری پیغمبر ما وقتی میتونیم که مذهب اجازه داده باشه. ما یک شارع دیگه داریم، یک شارع دیگه او اجازه میده، بعد از باز ما عمل میکنیم. تا که او اجازه نده عمل نمیکنیم. در 6 کتاب بزرگ جهان اسلام که بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی است، مکمل در هر کتاب یک باب مستقل به نام رفع دین است. به ترک یک باب و نیم باب هم نیست. قطع حال تو ملا، اگر تو درس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد میخوندی و برای مقتدی خود میگفتی که این سنت پیغمبر است، سنت پیغمبر بالاتر از نظریات دانشمندان اسلامی است. سنت پیغمبر قبل از تشکیل مذهب است.